با نام یاد خدا و با عرض سلام و احترام، رضا رازی هستم، کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیند، با قسمت دوم از آموزش MSDS یا برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی خطرناک در خدمت شما هستیم. خوشحال میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید حتما میتونید با آدرس ایمیل من پیام بدین و نظرتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل من و کانال تلگرام و یوتیوب من در پایین همه ویدیوهام نوشته شده. ممنون میشم که ما رو دنبال کنید. اما در قسمت دوم از آموزش MSDS در واقع کدهای بین المللی در شناسایی مواد شیمیایی رو داریم. در ابتدا عدد UN یا UN نامبر، یک سیستم کدگذاری عددی 4 رقمی UN نامبر که به صورت بین المللی برای شناسایی کالاهای خطرناک وضع شده. UN نامبر در واقع از UN 301 تا UN 3500 شماره گذاری شده از سوی کمیته تخصصی حمل و نقل کالاهای خطرناک ملل متحد و هر UN نامبری مختص یک ماده هست. در واقع مثلا UN 1671 مربوط به ماده فنول هست. عدد بعدی که داریم عدد NA نامبر، در واقع مخفف شده North American Number هست که این عدد از NA 8000 تا NA 9999 شماره گذاری میشه. در واقع تنها تفاوتش با UN نامبر اینه که برخی مواد که فاقد عدد UN هستن ممکنه که دارای عدد NA باشن. همچنین عدد ثبت رو داریم، در واقع CAS، در واقع مخفف شده Chemical Abstract Service هست، در واقع سیستم سرویس خلاصه شیمیایی که در واقع شاخه‌ای از انجمن شیمی آمریکاست. این هم به نوعی یه طبقه بندی عددی هست، سیستم کدگذاری هست. عدد آیوپک رو داریم، یک سیستم کدگذاری بین‌المللی برای شناسایی مواد شیمیایی و به منظور ارائه یک روش استاندارد و قابل درک برای شناسایی اطلاعات مولکولی به کار میره. عدد بعدی عدد RTECS هست، در واقع فرمتش به این شکل AB و 7 تا عدد پشت سرش، در واقع CY 1,400,000 مثلا برای بنزن هست. این عدد شناسایی بنزن هست. اما یه سری کدهایی داریم مربوط به اقدامات اضطراری هست، از قبیل حزچم، لوزی NFPA و کد کملر که برای اقدامات اضطراری هست. در واقع همون لوزی رو داره اشاره میکنه که بنده در قسمت اول ویدیوی MSDS یه مختصر در موردش توضیح دادم. در ویدیوهای بعدی با جزئیات بیشتر لوزی خطر رو بررسی میکنیم و اطلاعات بیشتری خدمت شما عرض میکنیم در این خصوص. اما طبقه بندی مواد شیمیایی خطرناک، ما میتونیم عوامل شیمیایی زیان‌آور، کالاهای خطرناک و سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی در 3 بخشی هست زیر مجموعه طبقه بندی مواد شیمیایی که من هر کدوم رو به تفکیک برای شما توضیح میدم. اما مواد خطرناک شامل کلیه مواد و عواملی هستند که با منشأ شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی قادرن سلامتی و ایمنی انسان و محیط رو به خطر بندازن. به طور کلی سیستم بین‌المللی در تقسیم بندی خطرات مواد وجود داره. 2 تا سیستم وجود داره.
یک سیستم شامل سیستم ملل متحد هست یا UN سیستم و یه سیستم هم داریم، سیستم اروپایی EC سیستم. حالا تفاوت UN سیستم و EC سیستم چی هست؟ اینه که در سیستم UN در واقع کالاهای خطرناک از دیدگاه ایمنی و بر حسب خطرات حاد تقسیم بندی میشن و برچسب گذاری میشن، در حالی که در سیستم اروپایی یا همون EC سیستم تقسیم بندی عوامل شیمیایی عمدتاً از جنبه بهداشتی و بر اساس اثرات حاد و مزمن مواد می باشند. اما از عوامل شیمیایی زیان آور میتونیم که به این اشاره بکنیم، در واقع منظور از عوامل یا مواد شیمیایی زیان آور کلیه مواد شیمیایی و آلاینده های محیطی هستند که تماس با اونها معمولاً به مرور موجب اثرات زیان آور روی سلامتی انسان و موجودات زنده میشن. کالاهای خطرناک شامل مواد شیمیایی و عواملی هستند که قادرن موجب تهدید آنی و فوری سلامتی و ایمنی افراد و تجهیزات بشن. در تقسیم بندی کالای خطرناک علاوه بر مواد شیمیایی، مواد رادیواکتیو و مواد عفونی هم مورد توجه قرار میگیره. اما سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی، در واقع در سیستم GHS طبقه بندی مواد بر حسب نوع خطرات و راه‌های هماهنگ تبادل اطلاعات خطر شامل برچسب‌ها و برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد با فرمت یکسانه. تو این سیستم طبقه بندی مواد بر مبنای خطرات فیزیکی، خطرات سمی و خطرات محیطیه. در طبقه بندی خطرات فیزیکی از سیستم UN یا همون سیستم ملل متحد و در طبقه بندی اثرات سلامتی از سیستم اروپایی یا سیستم EC استفاده میشه. طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور، ما میتونیم اولا که به ترکیب شیمیایی اشاره بکنیم، میتونیم به در واقع خصوصیات فیزیکی و اثرات بیولوژیکی اشاره بکنیم. اما تو ترکیب شیمیایی ما میتونیم به فلزات و ترکیبات فلزی اشاره کنیم، حلال‌های آلی و آفت‌کش‌ها. ما در واقع مسمومیت بر حسب تماس با فلزات هم داریم که اثراتی مثل قولنج ناشی از تماس با فلزاتی مانند سرب و جیوه و آرسنیک ممکنه که در بدن ایجاد بشه و همچنین علائم گوارشی، سردرد، خستگی و سرفه یه علائم عمومی هست که در تماس با سایر فلزات ممکنه که در بدن ایجاد بشه. و همچنین میتونیم به حلال‌های آلی اشاره بکنیم که اینها هم میتونن یه سری مسمومیت‌ها در بدن ایجاد بکنن. حلال‌ها مواد شیمیایی صنعتی هستند که به خاطر قدرت پاک کنندگی جرم‌ها و چربی‌ها کاربرد بسیار زیادی دارند که در زندگی روزمره ما خیلی باشون سر و کار داریم. برخی از اثراتی که میتونن بر بدن داشته باشن در واقع میتونیم به عنوان مثال تحریک پوست، چشم‌ها، سیستم تنفسی، سردرد و حالت سرگیجه و سبکی و سر و اینا میتونیم اشاره بکنیم. آفت‌کش‌ها هم که برای از بین بردن علف‌های هرز و در واقع حشرات و جونده و قارچ‌ها استفاده میشه. اینها هم میتونن در واقع اثراتی بر سیستم عصبی، تحریک پوستی، در واقع غشای مخاطی و چشم داشته باشن. اما طبقه بندی بر اساس خصوصیات فیزیکی ما میتونیم به آلاینده های گازی که در واقع همون گازها و بخارات اشاره بکنیم و آلاینده های ذره‌ای در واقع مثل گرد و غبار و الیاف و فیوم و دود، اینها میتونیم اشاره بکنیم. اما در طبقه بندی اثرات بیولوژیک در واقع میتونیم مواد محرک